با عرض سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، باز یک کار دیگر هست که در اروپا و مخصوصا در دولت بلژیک که برای کسانی که ولنتیر شدنی هستند این کار برای همون هسته. ولنتیر یعنی کسی که اصلا کار نمیتونه و کسی که چی میکننشه تازه با کار میگیرنشه. خب چخیلی که میبینیم این سایت رسمی هسته و خصوصا این چیز هسته اتحادیه اروپایی. خب در اینجا میگه که ماهانه ما پرداخت معاش در اینجا چند میکنیم 1125 یورو در ماه میگه میتیم و آخران فرصت یا اینکه آخران وقتی تقدیم کردن عریضه شما تا 9 فوریه 2024 است. باید دقت بتیم مدتی کار 12 ماه است. شهری که شما میرین کار میکنین بروسل هسته و چیکار میکنین 37 ساعت در 37 نیم ساعت در هفته کار میکنین. خیلی درباره آبسو امی چیزی مکتب بگیمش یا اینکه کالجش بگیم درباره همین معلومات میته ایجاده. این معلومات را بخواین خودتون میخونین و پی دی اف شده پایان میمونم برای کسایی که میخوان دانلود کنن و بفهمن در پایان خواهیم موند. خوشو میخوان ترجمه میکنن دربارش میفهمن و تقدیم میکنن. چگونه تقدیم کردنش در مهمتر است. باید که بدونیم این سال 18 ساله تا 30 سالگی را فقط قبول میکنن. کسایی که تقدیم میکنن باید 30 ساله در نظر بگیرن و تمام این چیزا خیلی در شهر چی میشه بروسل میشه. خب این جهت که میکنه میگه که تمام خراجات تریول کاست تا خب ای چیز رفتن ای وطن تو به بروسل چیکار میکنه شرکت همین کمپانی به عهده میگیره. ایش هم پرابلم نداریم استراخوف کنم خودشون میکنن. خلاص ایت چی طلب کرده میشه؟ ایت سی وی تا طلب میکنن. یک نامه تحفیزی، یک نامه که برای خودی همین چی باشه رغبتی خودت چیکار کنه نشان بده. باید بگوشن که برای چی آبسو را انتخاب میکنی و چی در موقعی که میری چی هدف و بخته داری و چی چیزا میمونی. خیلی درباره همین نامه تحفیزی مینویسی و در کجا رایش میکنی. همین جابز چی نوشته jobs.abisu.org نمیده نامه را روی میکنی. قطعی سی ویت اینجا فراموش نکنیم که اینجا میگه سی ویت هم چیکار میکنی انا روی میکنی. این کارو همش خودتون شخصا نه یگون کسی دیگه نفر سیم نیسته خودتون تقدیم میکنین و نتیجهش در خودتون میدن در ایمیل های خودتون میگه نتیجهش و موفقیت برای هر کسی که میخواد که تقدیم کنه و امیدواریم که قبول بیاون و بروند در اروپا نیمه زندگی خدای دوما بتن. آرزوی کامیابی به همه.